بی‌حجابی نکنین خواهران عزیز، مادران گرامی، بی‌حجابی نکنین. این سرلوچ کردن و یخن لوچ کردن و بندای پای لوچ کردن و دستار لوچ کردن این حرام است، درست نیست. صدها جوان شما گمراه میسازین با این عملتون. شور زدن میگن دل ما پاک است. دل که پاک بوده قصه نشد. خب دل تو از دلای امسرای رسول الله کرده پاک است. اونها هرگز نامحرم نظر نمی کردن، نگاه نمی کردن، با نامحرم نمی نشستن، خلوت نمی کردن. اما تو میشینی باز میگی دلهای ما پاک است. عجب دلهای، این دلها گندیده است، پاک نیست. یا با اکثریت بگو با نامحرم دست نتی. برادر مسلمانم، ولا خیاطنیم است، ولا دختر کاکایم است، دختر خالیم است، دختر عمیم است. دلای ما پاک است. استغفرالله، معاذالله، جایتون در جهنم است. هم دختر عمید هم خودت، مگر همسرت باشه، مادرت باشه، خواهرت باشه، مادرت باشه که تو دست میتی اشکالی نداره. اما تو اجازه نداری که چی دختر کاکا باشه، دختر عمه باشه، دختر خاله باشه، خیاش نباشه، هر کسی که باشه اجازه نداری که دست بیتی. حرام است، قطعا جایتون در جهنم است با این عملتان.